صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خدایا، تو را شکر می‌کنیم که در رحمت و کرم و بخشش خود را به سوی بندگان خاطی و شریر اما پشیمان و توبه‌کار باز کرده ای، تا هر که از صمیم قلب طالب تو باشد بتواند در سایه رحمت و محبت و فیض تو زندگی کند. ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که بر بندگانت ترحم کرده و نه فقط روزی ما را به ما می‌دهی، بلکه با عطا کردن کلام مقدست و صحبت نمودن با ما را به سوی خودت دعوت می‌کنی و از ما می‌خواهی تا خود را از هر قید و بند، از هر ناراحتی و افسردگی و ناامیدی و یأس، از هر بدی و شرارت و از گناه و شیطان، از خودخواهی و غرور و کبر و حسادت آزاد شویم. ای خداوند، به درگاهت آمده ایم تا عملاً بگوییم که خدایا، ما به تو محتاجیم و بدون تو نابود شده ایم. پس ما را در این ساعت دریاب، گناهان گذشته و حال ما را ببخش و با عطا کردن روح القدست قدرت بده تا در پاکی و قدیسیتی که تو از بندگانت انتظار داری زندگی کنیم. این دعا را به نام و لیاقت یگانه منجی زنده و کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. عیسی مسیح می‌فرماید: شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد؟ شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد؟ و یا آدمی را چه منفعتی است که در دنیا مذهبی ترین شخص و یا مقامدارترین و ثروتمندترین و پرقدرتمندترین و با نفوذترین شخصیت باشه ولی از حیات جاودانی محروم باشد؟ در آیات فصل 18 از انجیل مقدس عیسی مسیح شرایط ورود به ملکوت خدا و یا وارد شدن به فردوس را به زبانی بسیار ساده برای ما بیان می کند و به همه انسانها از هر نژاد و زبان و مذهب اعلام میکنه که حیات جاودانی چیزی نیست که آدمی بتواند به وسیله اتکا به اعمال مذهبی و یا انجام شریعت به دست بیاورد. حیات جاودانی چیزی نیست که به وسیله ثروت و مقام و یا چیزی دیگری آن را به دست بیاوریم و یا این چیزهای دنیوی در آن نفوذ کند. حیات جاودانی نه به وسیله حکمت و نه به وسیله کار بشر به دست می آید، بلکه بخشش و فیض محض خدا یکتاست. زندگی جاویدی است که خداوند مهربان همه انسانها را به آن دعوت نموده، اما متاسفانه همه دعوت خدا را نمیپذیرند. فقط
آنانی که با نثار بهترین چیزهای خود محبت خیش را به خدا یکتا از طریق ایمان به عیسی مسیح نشان می‌دهند، آنان هستند که این دعوت را پذیرفته و در آن زندگی می‌کنند، زیرا حیات در عیسی مسیح به بشر عطا شده و او از ما انتظار دارد که در این عالم خود را آماده دریافت سیرت و صفات الهی کنیم، خود را آماده زندگی در ملکوت خدا کنیم و فداکاری و جانساری جزو لاینفک این صفات آسمانی می باشد، زیرا او جانش را در راه ما فدا کرد و با فداکاریش به ما نمونه کامل عطا کرد. برای عیسی مسیح خطرات و جفاها و جانبازیها یک امر ناگهانی و اتفاقی نبود، بلکه او از ابتدا می‌دانست که اگر بخواهد نجات دهنده بشر شود باید زحمت بکشد، باید جفا ببیند و باید حتی جانش را در این راه فدا کند. در فصل 18 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا از آیه 31 الی 33 مدتها قبل از اینکه عیسی مسیح بر روی صلیب فدا شود رو به شاگردانش میکنه و آنان را از آنچه که او باید تحمل کند بایستی زحمت بکشه، یعنی مرگ بر روی صلیب، آگاه مینماید. گوش کنید به آیاتی که در این مورد آمده است. عیسی مسیح میگوید: پس شاگردان خود را، یعنی 12 شاگرد خود را برداشته به ایشان گفت: اینک به اورشلیم می رویم و آنچه به زبان انبیا درباره پسر انسان نوشته شده است به انجام خواهد رسید، زیرا که او را به امتها تسلیم می کنند و استهزا و بی‌حرمتی کرده آب دهان بر وی انداخته و تازیانه زن و او را خواهند کشت. اما در روز سیوم از مردگان خواهد برخاست. وقتی شاگردان این را شنیدند چیزی از این موضوع نفهمیدند، یعنی نتوانستند بفهمند که چطور مسیح مقدس داره خودش داوطلبانه به طرف اورشلیم میره تا جان بدهد. چطور امکان داره اون که میدانه اگه به اورشلیم بره کشته میشه، از بین میره، داره به طرف اورشلیم میره؟ به این دلیل آنها نفهمیدن که طبیعتاً اگر هر انسانی فکر کنه، اگر ما بدانیم که مثلا سفری که در پیش داریم پر از خطره و بدانیم که حتما جانمون رو از دست بدهیم، مسلماً از اون صرف نظر میکنیم، چون هیچ انسان عاقلی اگر بداند عملی را که انجام میدهد باعث بی‌حرمتی و استهزا و تف انداختن به صورتش میشه، مسلماً از انجام آن صرف نظر میکنه، چه برسه به این که بداند که اگر آن را انجام دهد مرگ به سراغش خواهد آمد. شاگردان مسیح انتظار داشتند که عیسی مسیح در اورشلیم ادعای پادشاهی کند، نه اینکه عذاب بکشد و کشته بشه. برای همین بود که نتوانستند معنی عمیق این جملات مسیح را بفهمند. مسیح میدانست که برای چه آمده است. مسیح میدانست که مأموریتش در این عالم چیه. او آمده است تا گناهان بشر را تحمل کند. او آمد تا گناهان ما را بر خود بگیره و تاوان آن را بپردازد. او آمد تا نجات دهنده باشه و نه فقط یک پیامبر. و برای این امر، یعنی برای اینکه نجات دهنده باشه، بایستی حتی تا به مرگ، آن هم مرگ صلیب، پیش برود. و این موضوعی است که انبیای اسبق سالهای سال در این مورد پیشگویی کرده بودند. موضوعی است که انبیای خدا نیز در این مورد اعلام کرده بودند که وقتی مسیح موعود بیاد جان خود را فدا می کند. زیرا هر که نیکوکاری را پیش خود سازد، هر که راه خدا را پیش برود، با جفا و رنج و تهمت‌های بیجا و آزار خدا نشناسان روبرو خواهد شد. اجازه بدهید که در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح از آیه 35 دنباله آیات این فصل را براتون قرائت کنم. از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 18 بگشایید تا از آیه 35 با هم دیگر آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از صدای انجیل میشنوید. کلام خدا میگوید: و چون عیسی نزدیک به شهر اریحا شد، کوری به جهت گدایی به سر راه نشسته بود. و چون صدای گروهی را که میگذشتند شنید، آن کور پرسید: چه خبر است؟ گفتندش: عیسی ناصری در گذر است. در حال آن کور فریاد برآورده گفت: ای عیسی،
ای پسر داوود بر من ترحم فرما. ای عیسی، ای پسر داوود بر من ترحم فرما. برچند آنانی که پیش می رفتند او را نهیب می دادند که خاموش شود، اما آن گدا بلندتر فریاد می زد که ای پسر داوودا بر من ترحم فرما. آنگاه عیسی ایستاده فرمود تا او را نزد وی بیاورند و چون نزدیک شد از وی پرسیده گفت چه می خواهی برایت بکنم؟ عرض کرد ای خداوند تا بینا شوم. عیسی به وی گفت بینا شو که ایمانت تو را شفا داده است. بینا شو زیرا که ایمانت تو را شفا داده است. در ساعت آن گدا بینایی یافته خدا را تمجید کنان از عقب او براه افتاد و جمیع مردم چون این معجزه را دیدند خدا را تسبیح خواندند. دوستان عزیز، در اینجا معجزه‌ای می‌بینیم که ثابت می‌کنه مسیح نور عالم است. او تاریکی ها را به نور آشکار و مبدل می‌ساخت. در اینجا ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح با قدرت خدا معجزه عجیبی می‌کنه و اون بینایی عطا می‌کنه. جالبه که در هر معجزه‌ای که عیسی مسیح انجام میداد نکاتی بسیار حساس معمولا وجود داشت. اول خواست شخص نیازمند بود. مثلا در اینجا یک شخص کور می‌بینیم که خودش می‌خواست شفا پیدا کنه. و دوم می‌بینیم که عمل یا ایمان شخص محتاج همیشه در آنجا بود. این شخص کور شنیده بود که مسیح دیگران را شفا بخشیده بود. شنیده بود که کورهای دیگر را بینایی عطا کرده بود. حالا او ایمان آورده بود و ایمان داشت که اگر پیش عیسی مسیح بیاد، عیسی مسیح میتواند او را شفا بدهد. او ایمان داشت که عیسی مسیح صاحب قدرت خدایی است و توانایی انجام این معجزه آسمانی را داره. و سوم ملاحظه می‌کنیم که مسیح هیچ وقت کسی را که از او با ایمان چیزی طلب کرده و برای خوبی او و یا برای خوبی دیگران بوده است را هیچ وقت رد نکرد، بلکه همیشه آن را عملی می‌ساخت. و نکته چهارم در معجزات مسیح ملاحظه می‌کنیم اینه که عیسی مسیح طوری قدرت خدا را آشکار می‌کرد که در نتیجه آن بر اثر آن معجزه آدمیان خدا را تمجید می‌گفتند، خدا را ستایش می‌کردند، خدا را شکرگزاری می‌کردند. می‌فرماید جمیع قوم چون این معجزه را دیدند خدا را سپاسگزاری کردند. و دوستان عزیز، این صفات نشان می‌دهد که چگونه ما نه فقط می‌توانیم از خدا نعمات آسمانی را دریافت بداریم، بلکه می‌توانیم تشخیص بدهیم آنانی که ادعا می‌کنند از جانب خدا هستند آیا این احترام‌ها را برای خدا می‌گیرند، کارها را به خاطر خدا و برای جلال نام خدا و برای ستایش نام خدا به کار می‌برند و انجام میدن، و یا اینکه برای مقام خودشونه. زیرا امروزه احساس می‌کنیم و می‌بینیم خودمون افرادی که کارهایی می‌کنند و یا به وسیله آنچه که خدا به آنها داده عملهایی را انجام میدن که می‌خواهند خود را بزرگ و عزیز کنند و توجه مردم به آنها جلب بشه، نه به خدا. آنها می‌خوان مردم آنان را احترام بگذارانند و خدا را که قادر مطلق است را به فراموشی بسپارند. دوستان، کلام خدا آشکارا نشان می‌دهد اگر کسی در هر عملی جلال را به خداوند ندهد، او شخص مغرور و خودخواهی است و خدا چنین شخصی را برای مقاصد آسمانی خیش هرگز به کار نمیبرد. فروتنی از صفات اصلی خداپرستان و مؤمنین می باشد. و ما در فصل 19 داستان بسیار معروفی که بیان کننده محبت خدا به گناهکاران است برای ما بازگو شده است. نور امیدی است برای من و شما که در خود احساس بی‌لیاقتی کرده و دانسته و می‌دانیم که گناهکاریم و امیدواریم که خدا ما را ببخشد و ما را برای مقاصد آسمانیش به کار ببرد. بله دوستان عزیز، این آیات امید و شادی به قلب‌های من و شما می‌باشه. دارویی است برای کسانی که تشنه خدا هستند. که اگر صادقانه از گناهان خود توبه کنیم و از عیسی مسیح پیروی کنیم، خدا ما را برای کارهای آسمانیش به کار میبرد. نه فقط ما را میبخشه، نه فقط ما را از گناهانمون، از شرارتهایی که در آن اسیر شدیم آزاد میکنه، بلکه ما را وسیله مفید میگردانه و برای کارهای آسمانیش به کار میبرد. این آیات
برای ما که در خود احساس گناه می‌کنیم بسیار آرامی بخش است. در آیه اول داستان زکی باجگیر است. لطفاً به آیات توجه فرمایید. فصل 19 از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا می‌فرماید: پس عیسی وارد اریحا شده از آنجا می‌گذشت که ناگاه شخصی زکی نام که رئیس باجگیران و دولتمند بود خواست عیسی را ببیند که کیست، اما از کثرت خلق نتوانست، زیرا کوتاه قد بود. پس پیش دوید، بر درخت فراغی برآمد تا عیسی را ببیند، چون که او می‌خواست از آن را عبور کند. و چون عیسی به آن مکان رسید، بالا نگریسته او را دید و گفت: ای زکی، بشتاب و به زیر بیا، زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم. ای زکی، بشتاب و به زیر بیا، زیرا که باید امروز در خانه تو بمانم. پس زکی به زودی پایین شده و او را به خرمی پذیرفت. و خلق چون این را دیدند همه کنان می گفتند که در خانه شخص گناهکاری به مهمانی رفته است. اما زکی برپا شده به خداوند گفت: الحال ای خداوند، نصف مایملک خود را به فقرا می دهم و اگر چیز ناحقی از کسی گرفته باشم 4 برابر بدو رد می کنم. عیسی به وی گفت: امروز نجات در این خانه پیدا شده است. امروز نجات در این خانه پیدا شده است، زیرا که این شخص هم پسر ابراهیم است. زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. دقت کنید دوستان عزیز، هدف مسیح چی بود؟ خود عیسی مسیح میگوید زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. در این آیات ملاحظه میکنیم پس از اینکه عیسی مسیح آن کور را در خارج از شهر بینایی میبخشه، وارد شهر اریحا میشه. خبر ورود او به زودی در تمام شهر اریحا یا جریکو امروزی پخش میشه. شهر اریحا مرکز تجارت بود و رئیس گمرک آن شهر یعنی زکی که باجگیر هم بود به زور مال از مردم میگرفت، مفت خور بود و ناحقی میکرد. حالا او در مورد عیسی مسیح چیزهای شنیده بود. روی همین است از روی وسواس و نه روی از عشق و علاقه، بلکه از روی وسواس میخواست ببینه این عیسی مسیح کیه. اما به خاطر کوتاهی قد نتونست جمعیت رو کناری بزنه و مسیح رو ببینه. پس بالای درخت تنومند میره تا در حین عبور از عیسی مسیح از اون خیابون بتونه لااقل چهره عیسی مسیح رو ببینه. انجیل میگوید وقتی مسیح به کنار آن درخت میرسد، زکی رو میبینه و به او میگوید که ای زکی، پایین بیا، چون میخواهم مهمان تو در این شهر بشم. جمعیتی که ملازم مسیح بودن از این دعوت و رفتار عیسی مسیح بسیار افسرده و حتی بدشون اومد. میدونید چرا؟ چون در نظر آنها زکی پسترین مرد شهر بود. زکی مردی بود ظالم، حقخور و بی‌انصاف، آدمی گناهکار و نادرست بود. مردم با خود گفتن که چرا عیسی مسیح که قدرت خدا در اوست، که پاک و مقدسه، که پیغمبر خداست، که استاد نیکوست، او که پاک و مقدس و با شخصیت است، با آدمی بی سر و پا و بی شخصیت و ظالمی مثل زکی داره معاشرت میکنه و میره خانه آنها؟ چرا مثلا مسیح منزل فلان شخص مؤمن نرفت، اما منزل این شخص گناهکار و ظالم میره، مردی که همه ازش متنفر بودن؟ ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح به عقاید مردم در این مورد توجهی نمیکنه. نمیگذاره که طرز فکر مردم زندگی و یا روش او تغییر بده، بلکه او در شرف انجام اراده خدا بود. مردم زکی را مردی گناهکار می‌خواندند و در نتیجه خود را عادل، در حالی که همه گناهکار بودند. احتمال می‌رود آنچه که در آیه 8 بیان شده روز بعد به وقوع پیوسته. حالا زکی وقتی می‌بینه که مسیح پاک حاضره که وارد خونش بشه، با شادی او رو میپذیره. عیسی مسیح به منزل زکی میره. چرا؟ چون آمده بود که گناهکاران را به سوی خدا بیاوره، آنانی که احساس گناه میکردن. زکی وقتی مسیح رو میبینه
زکی وقتی مسیح را در خانه خودش می‌بینه، رفتار و گفتار او را می‌بینه، متوجه قدوسیت و عدالت و انصاف عیسی مسیح میشه. خود را در برابر نور خدا می‌بیند. مسیح برای او آینه‌ای میشه که زکی قادر بود چهره حقیقی کثیف خود را ببینه. در او بود که متوجه شد که چقدر زندگیش آلوده. بر اثر ورود مسیح به خانه‌اش بود که زکی متوجه شد که بله، واقعا گناهکاره. حالا او وقتی قدوس خدا را در کنار خود میبینه، وقتی محبت خدا را در عیسی مسیح نسبت به خودش میبینه، روح پشیمانی و ندامت و توبه او را در بر میگیره. او پشیمان از اعمال نادرست خود میشه و شرمنده در درگاه خدا. پس تصمیم میگیره که توبه کنه و دیگر در پی اعمال نادرست نره. در عوض راه حق را پیش خود سازه و توبه خود را عملاً آشکار میکنه. به طوری که میگوید که ای استاد، من از هر کسی که به ناحق چیزی گرفتم نه فقط آن را پس میدم، بلکه 4 برابر آن را به او پس خواهم داد. دوستان، ورود مسیح مقدس به خانه زکی گناهکار، باجگیر و ظالم سبب شد که زکی توبه کنه و او شخص جدیدی بشه و حقیقت و صحت توبه خود را نیز به وسیله جبران ظلم‌های گذشته خود عملاً ثابت کنه. ای عزیزان، اگر توبه شخصی را به چنین عملی وادار نکند، آن توبه کامل و حقیقی نیست. ایمان به مسیح قلب شخص را از محبت پر میکنه. دقت کنید، شخصی که به عیسی مسیح ایمان میآورد قلبش از محبت خدا پر میشه و محبت خدا هم آدمی را وادار میکنه تا آنچه دارد به آنانی که محتاج هستند تقسیم کنه. عیسی مسیح وقتی عکس العمل و در نتیجه اثر زیستن با زکی رو در زکی میبینه، به او میگوید امروز نجات نصیب این خانه شد، یا نجات خدا، بخشش خدا به این خانه رسید. نه فقط زکی بلکه فامیل و نوکرانش توبه میکنن و به عیسی مسیح ایمان میآورن و بالنتیجه همشون توبه میکنن و البته این باعث شادمانی بسیار مسیح میشه. ای عزیزان، عیسی مسیح توجه ما را به علت آمدنش به این عالم جلب میکنه و میگوید من آمدم تا گم شده را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را به سوی خداوند برگردانم و هدایت نمایم. و ای عزیز من، ای دوست من، اگر امروز شما خود را در برابر قدوس خدا یکتا گناهکار میبینی، اگر امروز در حضور نور پرجلال آن قدوس یکتا قرار گرفته و احساس گناه و شرمندگی میکنید، اگر در زندگی امید نداری و خیال میکنید که دیگر فایده‌ای برای زیستن نیست و حتی خدا هم تو را نمیبخشه، ای دوست من، ای برادر من، ای خواهر من، عیسی مسیح مقدس را به خاطر بیاور که او برای تو و برای من به همین خاطر به این جهان آمد. اگر او زکی که مرد شریر و ظالم و ستمگر بود و گناهکار و رئیس باجگیران بود مورد لطف قرار داد، امروز نیز نمیتواند من و شما را مورد لطف خودش قرار بده، به شرطی که من و شما نیز مانند زکی او را به منزل قلب و فکر خودمون راه بدیم و همانند او خودمون رو تسلیم نور حق کنیم. بدان دوست من، مسیح تو را نیز شخص تازه‌ای می‌کند، به تو زندگی تازه‌ای می‌بخشد و زندگی که در آن امید، آرامش و حقیقت و حیات جاودان است. فراموش نکن که عیسی مسیح همان است که 2000 سال پیش بود. امروز نیز پیامش و کارش، قدرتش همانه، یعنی نجات عطا کردن به گناهکاران. پس اگر خود را نیازمند نجات می‌بینی، پیام مسیح را به خاطر بسپار، آن را بپذیر که گفت من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. به دنباله آیات کلام خدا توجه فرمایید. عیسی مسیح از آیه 11 الی 27 با بیان مسئله امر می کند به ما که در کار خدا کوشا و وفادار باشید. از ترجمه تفسیری براتون می خونم. می گوید و چون عیسی به اورشلیم نزدیک شد این داستان را گفت تا نظر بعضی اشخاص را درباره سلطنت خدا اصلاح کند، چون خیال می کردن سلطنت خدا فوری شروع میشه. فرمود در یک سرزمینی شاهزاده‌ای زندگی میکرد. روزی او سفر دور درازی را به پایتخت نمود، چون قرار بود امپراتور مقام پادشاهی آن سرزمین را به او بدهد. ولی پیش از رفتن 10 نفر از دستیاران خود را جمع کرد و به هر کدام مبلغی پول داد تا در غیاب او تجارت کنند.
اما بعضی از مردم که از اون نفرت داشتن، عده‌ای نماینده پیش امپراتور فرستادن تا بگویند ما نمیخوایم این شخص پادشاه ما بشه. اما او به هر حال به مقام پادشاهی رسید و به استان خود برگشت و دستیاران خود را خواست تا ببیند با پولش شکار کردند و چقدر سود آوردند. اولی گزارش داد که گفت 10 برابر سرمایه اصلی سود کرده است. پادشاه گفت آفرین، تو یک مرد بسیار خوب و زرنگی هستی، چون در کار کوچک امین بودی. حالا به خاطر این خدمت تو را فرماندار 10 شهر می کنم. گزارش دومی هم رضایت بخش بود. او گفت که 5 برابر سرمایه اصلی سود کرده است. به او گفت بسیار خوب، تو هم فرماندار 5 شهر باش. ولی سومی همان مبلغی را که اول گرفته بود بدون کم و زیاد پس آورده. گفت من آن را در جای امنی گذاشتم چون میترسیدم، زیرا مرد سختگیری هستی، از زیر سنگ پول در میآوری و از آب کره میگیری. پادشاه با تشر گفت ای مرد پست و شریر، حالا به تو نشان میدم چقدر سختگیر هستم. تو که میدانستی من اینقدر سختگیر هستم، پس چرا پولم را به مردم قرض ندادی تا لااقل وقتی میآیم آن را با سودش بگیرم؟ پادشاه دوستان عزیز گفت این موضوع همیشه حقیقت دارد که آنانی که بیشتر دارند بیشتر به دست می آورند و کسانی که کم دارند آن را هم زود از دست می دهند. دوستان عزیز، این داستانی که عیسی مسیح می گوید کنایه از هلاکت شریران در روز واپسین است و اینکه اخطاری است به ایمانداران که مبادا در آنچه که خدا به ما عطا کرده است غفلت کنیم، بلکه بایستی نسبت به آنچه که خدا داده است امین باشیم. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.